حکایه یک روز خواندم، میگه یک شخصیت، یک اهل علم اون قدر نغز نمیدیده است، اون قدر دوستش نمیداشته است. یارو دوستا دائم وصف میکردن که فلان انسان آدمی صالح است، خوب است، عالم است، در جمعیت خدمت میکنه، اما این شخصیت همین عالم بد میدیده است. بعد از اون این دوستاش بسیار برای وی مجبور کردن، گفتن توی قدر بدبینی نکن، وی دوست خدا است، آخه عالم است. بعد روز از روزها این شخصیت همین عالم خونش مهمانی دعوت میکنه، خونش مهمانی دعوت میکنه. این اهل علم در خانه شخصیت میآید، ضیافتش میکنه، قدردانیش میکنه، برآمده میروه. بعد از رفتنش این نفر، بگیم این صاحب خانه، در لب همین تریزه خانهش چند سوم ماندگی بوده است، چند سوم ماندگی بوده است. وقتی عالم میروه این نفر میخیزه، خانه میاد میبینه که پولهاش نیستند. این انیق میکنه که این پولهای من همین عالم گرفته، همین داملا دوزی، چون انیق میکنه، یقین میکنه نسبت به همین اهل علم بدبینیش زیاد میشوه، زیادتر بدش میبینه. اگرچه بدبینیش هم زیاد است، اما بدبینیش آشکار نمیکنه. همراهی دوستاش هر وقت اونها یعنی وصف تعریف میکنن این عالمه، این شخصیت میگه شما ویا نمیشناسه، من خوب میشناسم. از بین یک سال میگذره، یک سال میگذره، روز از روزها همراهی دوستاش بحثشون میشوه. بعد از آن دوستاش میگن تو از همین عالم چی ضرر دیده که این قدر بدبینیش میکنی؟ بعد این شخصیت میگه که این عالم دزد است. میگن سبحان الله، چی نوع دزد؟ این زارش میکنیم از ما چیزی نمیگه، چی نوع دزد است؟ بعد بیان میکنه که همون روزی که من خانه مهمانی دعوتش کرده بودم یک سال پیش، همون روز از لبی هم تریزه من پولها هم بودن، دزید پولامه. بعد این سخن در اهل علم میرسه. وقتی میرسه به خانه این شخصیت دعوتش کنن، میایرن، میاد در خانه داخل میشوه، نگاه میکنه که در همون گوشه ای خانه یک شکاف چیزی ماندگی است بلند، در لبی همون شکاف یک قرآن ماندگی است. بعد همون قرآن نگاه میکنه، این عالم بسیار گریان میشوه، گریان میشوه. وقتی گریه میکنه صاحب خانه انیق میکنه که این عالم اکن یعنی گناهش اقرار میکنه، به گردن میگیره دزدیشه. بعد از این شخصیت صاحب خانه میگه مایلش گریه نکن حضرت، میگه من بخشیدم اون پولام دیگه از تو سراغ ندارم. میگه من برای پولای تو برای بخشیدن گریه ندارم. میگه برای چی گریه داری؟ میگه گریه من برای این است که تو یک سال میشه که این قرآن نکشاده ای. این عالم میگه وقتی میره قرآن میبرداره، همون روزی که این عالم مهمانی دعوت کرده بود، وقتی در میکشاید، شمال از بیرون وقتی داخل میشه پولهاش در درون میچوشه. این عالم این پولها را گرفته، در همین یکم صحیفه قرآن میمونه. میگه این شخصیت میگه که قرآن کشاد، پولهاش میابه میگیره. میگه گریه من برای این است که تو یک سال میشه که این قرآن ورق نزده ای، نکشاده ای. متاسفانه امروزها قرآن در خانه های ما غریب شده است. قرآن در خانه ما یک چیزی، مردم چی فکر میگن؟ شاید که قرآن در ماه رمضان بخوانی، یا شاید این که قرآن برای خدایی ها و تلاوت صدقه ها باشه، یا اینکه برای مرده ها باشه. والله قسم از مرده و بیمار دیده من و شما زیادتر به این قرآن محتاج تریم. اون مرده جاش گرفته از خواب است، آرام. اما قسم به نام الله، من و شمایی که امروز پریشانیم، غریبیم، پرمشقتیم، به درد و داغ و طعنه دنیا مبتلا و گرفتار هستیم، من و شما زیادتر به این قرآن محتاج هستیم. قرآن کتابی هست که جناب پیغمبر یک بسیار وصف زیبا کرده. میفرمایند که القرآن و معدوبة الله فی الارض. میگه قرآن یک دسترخوان پر از خوبی های پروردگار است در روی زمین. دسترخوان، وقتی انسان دسترخوان می اندازه، مهماندار میشه، چقدر ضیافت عزت میکنه، هر چیز دل انسان خواست او استفاده میبره. اما امروز ما متاسفانه از این سفره قرآن استفاده برده نتوانسته ایستادیم. به چه خاطر؟ به خاطر از علمش دوریم، از معناش دوریم. امروز درد جهالت، درد بیسوادی ما را والله قسم خار کرده است. جناب پیامبر میگه
هلاک شدن امت من، خار شدن امت من در دو چیز است: ترک العلم و جمع المال. علم ترک کردن و مال جمع کردن. امروز کسب ما، وظیفمون این شده است: علم پسی سر، قرآن غریب، قرآن پسی سر، فقط مال جمع کنی، فقط تجارت کاری، فقط آبادی دنیا. ذره در فکر آبادی آخرت نیستیم امروز ما. قرآن هر چیز دل انسان میخواه از قرآن پیدا کرده میتوانه. قرآن روزنامه و برنامه زندگی انسان است. طرز معامله و مناسبت بین زن و شوهری را تعلیمت میتیه، والله قسم خوشبختت مینه، جنتیت میگردانه. هدی للمتقین. قرآن هدایتگر، راهنما و راهبر برای انسانهای متقی. کجا هدایتگریت میکنه؟ به سوی پروردگارت میبره. نزد خدا قرب و مقام و درجت در نزد خداوند بلند میبرداره. به چنان بلندت میبرداره که والله قسم جنت و عرش در زیر قدمت میمانه. میرسد آدمیت به جایی که به جز خدا نبیند. بینگر که تا چقدر است مقام آدمیت. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی شب معراج دعوت شد، کی دعوتش کرد؟ سوال: کی دعوت کرد جناب پیغمبر؟ الله رب العالمین. برای چی دعوتش کرد؟ برای دلبرداری. وقتی دعوت شد، جبرائیل علیه السلام آمد، جناب پیغمبر گفت: انک مدعون الی الله. الله ترا دعوت کرده است. شاید که این خبر برای ما و شما برسد، دلهامو پاره پاره شود که الله دعوت داره، الله فریاد داره. اگر ما را بگن که فلانی حضرت ایشان یک انسانی کلام فریاد کرده است، دلت گم میزنه. چی میگفته باشه؟ برای چی فریادم کرده است؟ جناب پیغمبر الله دعوت کرد، همراه جبرائیل می رفتند، 7 آسمان بالا شدند، سدرة المنتهی، عرش الله رب العالمین گذشتند. جناب پیغمبر میگن ناگاه شلفه پای جبرائیل خاموش شد. شلفه پاش نشنیدم دیگه. احساس کردم که تنها طاقه رفته ایستادم. بعد گفتم: یا اخی جبرئیل، ای برادرم، ای جبرائیل، این انت؟ در کجا هستی تو؟ آیا در این حالت، در این مکان دوستش تنها میگذاره؟ میگه وقتی پرسیدم، جبرائیل علیه السلام از پایان جواب گفت حبیبی محمد، دوستم، گو ای محمد، انک لو امرت اعترفت. گو اگر تو رفتن بگیری، رفتن میگیری، یگان چه سری راه تا نمیگیره، یگان چیز معنی داشته نمیتوانه. ولکن انی لو تقدمت احترقت. ولکن گو اگر من یک قدم دیگه بالا بگذارم، بالا بمانم، از نور الله رب العالمین وجودم میسوزه و خاکستر میشوه. تو رفتن بگیری، رفتن میگیری، یگان چه سری راه تا نمیگیره. اما من گفت اگر یک قدم دیگه بالا بمانم، از نور خداوند تمامی بال و پر و وجودم میسوزه، خاکستر میشوه. این مقام و قدر آدمیت ای برادری بزرگواری من. قرآن هر یک انسان به اون مقام و درجه میرسانه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک روایت دارن، میفرمایند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله بزرگوار به عمل کردن و اطاعت کردن این کتاب یک گروهی از انسانها را به چنان بلند میبرداره که از همه هستی قرب و مقام و درجه شو بلند میشوه، و یک گروه انسان دیگر را به چنان پست میگردانه که از همه پسترین پستی ها جهنم و دوزخ جاش میشوه. یعنی انمی قرآن بعض انسان به جنت میبره به بالا، جنت در بالا هست، جنت در بالا هست، اما یک گروه انسان دیگر به پسترین پستی ها جهنم و دوزخ تا میبره. انمی قرآن میکنه، گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. تن قرآن قرائت کنه،
این قرآن در روز قیامت برای قرائتگر شفاعت کننده می شود. در روز قیامت خداوند قرآن مجسم می گردانده است، در صحرای قیامت می آمده است، انسان تلاوت کنندش قرائت کنندش شفاعت می کرده است. شفاعتگر برای یعنی تلاوتگر و قرائتگرش می شده است. هر یک حرفی که ما از قرآن می خونیم 10 ثواب داره، 10 حسنه داره. در قرآن 321,000 حرف است. 321,000 به 10 ضرب بزن چقدر ثواب می شود. آیا برادران بزرگوار من، ماه رمضان به پایان رسید، ادا شد. یک بار خودمون سوال کنیم کدام من و شما امروز قرآن حدی اقل یک بار ختم کردیم؟ کدام؟ در ماه رمضان که وقت نیافتیم، نتوانستیم خواندن، وقتی مردن دیگر میخوانیم. ما باید به معنای این قرآن آشنا باشیم، عمل کننده به این قرآن باشیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سکرات موت بودن، یعنی لحظه های آخرانشون بودن، به سوی اهل اصحاب گفتن که ترکت فیکم شیئین، گفتن من از بین تو میروم، بندگی میکنم، وفات میکنم. این بیماری و کسلی من کسلی مرگ است، از این کسی خلاص نشده از نجات نیافته است. من میروم، اما برای شما گفتن 2 چیزه راهبر و راهنما باقی میگذارم. لن تضلوا ما تمسکتم بهما، زلالت در زلالت و گمراهی نمیرود، بدبخت خار نمیشود، جهنمی و دوزختی نمیشود. هر انسانی که به همین 2 چیز چنگ بزنه، عمل کنه. کتاب الله و سنت الرسول، یکمش کتاب الله قرآن، دویمش سنت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. برای همین ما و شما برادران عزیز بزرگواری من حرکت داشته باشیم که به این 2 چیزی که پیغمبر بزرگوار برای ما میراث گذاشته است عمل کننده باشیم، تا اینکه خداوند هم دنیا هم آخرت ما را آباد بگرداند. برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در اطراف و کنار یک آیتی هست که خداوند در سوره توبه آیت 112 برای مؤمنهای کامل 9 خصلت بیان کرده است. رب العالمین می فرمایند که مؤمنهای حقیقی 9 نشانه دارند. من امروز می خواهم در کنار این آیت صحبت داشته باشم تا اینکه برای ما مؤمنها و مسلمانها یک درس خوبی باشد. آیا ما نگاه کنیم که این 9 خصلتی که خداوند برای ما مؤمنها بیان کرده است، آیا اینها در حیات ما موجود و پیدا هستند یا نیستند؟ اگر باشند خوشا به حال ما، اگر نباشند ما باید خود را اصلاح کنیم. رب العالمین می فرمایند استعذ بالله: التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق الله العظیم. این آیت اشاره به 9 چیز می کند. می فرمایند که مؤمنهای کامل 9 خصلت دارند. یکمین خصلتی که در ابتدای این آیت است، رب العالمین گفتند التائبون، مؤمنهای حقیقی توبه کنندگان هستند. انسانهایی که از هر نوع جرم و گناه و معصیت، از هر نوع لغزش و خطا نزد خدا توبه میکنند. گناهاشون تکرارا نیستند، گناهاشون روی هم زم نمیشوند، جمع نمیشوند. مؤمن حقیقی وقتی لغزش خورد، خطا کرد، گناه کرد، در حال پشیمان میشود، در حال به خدا رو میارد، در حال توبه میکند، در حال از اون گناه کردگیش نزد خداوند عذرخواهی و بخشش میکند، میپرسد. رب العالمین گفتن مؤمنها توبه کنندگان هستند، انسانهایی که نزد خدا توبه میکنند. جناب پیغمبر در روایت گفتن که ایها الناس، گفتن ای مردم، من که بهترین شما هستم در یک لحظه یا اینکه در یک روز زیاده از 70 بار نزد خداوند توبه میکنم.
یعنی که شما هم باشه از جمله توبه کنندگان باشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت، یکی از نشانه های بدبختی آخر زمان این است که یحبون الذنوب و ینسون توبه. مردم گناه از حد زیاد دوست می‌دارند، توبه گناه فراموش می‌کنند. فقط گناه در انسان‌ها تکرار می‌شود، اما توبه از جامعه دور می‌شود. مردم در فکر توبه نیستند. به این خاطر انسانی که گناهش در حال بعد از گناه توبه کرد، او شخصیت نشانه یعنی کمال ایمان داره، او شخصیت مؤمن کامل است. اما شخصیتی که گناهش روی هم جمع شدن گرفت و توبه را فراموش کرد، این انسان چی بوده است؟ یعنی ضعیف الایمان بوده، ایمانی سست و یعنی ضعیف و ایمانی بی ارزش داشته. به این خاطر ما و شما برادران عزیز، هر لغزش و خطایی که در حیاتمون پیدا می شود در حال بعد از او باید توبه کننده باشیم. حتی روایتی هست جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا وقتی انسان گناه کرد، بعد از گناهش در حال توبه کرد، رب العالمین به سوی ملائکه ها میگفت ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید و دانست که خدای بخشنده داره میبخشش، در حال توبه کرد، گناهش بخشید. بعد از اون این انسان با گناه میکرده است، دوباره با در حال توبه میکرده است، رب العالمین با چنین کلمه را تکرار میکرده ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید که خدای بخشنده داره میبخشش، توبه کرد، بخشیدمش. سیوم بار انسان گناه تکرار میکرده است، این چنین خداوند به سوی ملائکه ها خطاب میکرده. دفع چهارم وقتی گناه میکرده در حال توبه میکرده، رب العالمین به سوی ملائکه ها میگفت که ای ملائکه ها، شما شاهد باشه که همین بندم بعد از این هر گناهی که من بخشیدگیش هستم. به چه خاطر؟ به خاطری که گناهش در حالی، توبهش در حالی هست. یعنی بعد از گناه تأخیر نمیکنه، با در فکر تکرار گناه نیست، در حال توبه میکنه. و این خاطر ما و شما برادران عزیز، توبه یک داروی هست که انسان از درد معصیت و گناهگاری تبابت میکنه. توبه یک آلتی است که انسان از عذاب دوزخ نجات میده، از قهر و غضب خدا خلاص میکنه. به این خاطر ما و شما بعد از گناه در حال باید توبه کننده باشیم. دویم نشانه کمال ایمان، پیغمبر بزرگوار خداوند در قرآن گفتن که العابدون، بنده های واقعی و حقیقی خداوند عبادت کنندگان هستند. همیشه بندگی خدا را به جا میارند. کار برای اونها از نماز بهتر نیست. اونها فقط بنده نیستند که در ماه رمضان عبادت کنند. مثل بعضی برادرها، بعضی شخصیت هایی بودن که ماه رمضان اهل عبادت، اهل نماز، اما وقتی ماه رمضان گذشت جای نمازهاشون را جمع کردند. جای نمازها را جمع کردند تا رمضان دیگر مثل زنها بر این کسل زنانه میشن، حیض میبینند، نماز نمیخوانند دیگر، تا رمضان آینده نماز نمیخوانند. عبادت و بندگی خدا فقط در رمضان نیست برادری عزیز. رمضان فقط ماه فضیلت است، ماه زیادتی ثواب است. بندگی خدا همیشه دائمی هست، از روز بلاغت تا روزی که ملک الموت عزرائیل که بسیار نام آشنا داره، از شنیدنش تمام جسم و بدن در لرزه میزنه. وقتی که ملک الموت عزرائیل به سراغت میاد، تا همون لحظه را باید که عبادت و بندگی خدا را به جا بیاری. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ باید بنده باشی. بنده های حقیقی خدا عبادت کنندگان هستند، همیشه عبادت و بندگی خدا را از همه چیز پیشتر میدانند. نمیگن که امروز کار زیادتر است، نماز پیشین قضایی در خانه میخوانم. برادری عزیزی که در وقت نماز قضا میکنی و کار میکنی، همون پولی که، همون درآمدی که در وقت پیشین قضا کردن پیشین قضا کردی و کار کردی، همون پولی که برای تو درآمد شده، وای پول والله قسم برات حرام است. اون پول برای تو حرام است.
امر خدا از همه امرها بالاتر است. رزاق و رزق دهنده تو الله رب العالمین است. میلیون انسان‌های هستند، میلیون انسان‌های هستند که اونها کار نمیکنن با خداوند و اینها را رزق داده است. بنده های واقعی و حقیقی پروردگار عبادت کنندگان هستند. در عبادت و بندگی خدا همیشه پیش قدمند، سستی ندارند. و دیگرش الحامدون، سیوم نشانه کمال ایمان. بنده های حقیقی خداوند حمد گویندگان هستند، شکر گویندگان هستند. نعمت های خدا را میبینند، کوهری نیستند. وقتی نعمت در زندگیشو در حیاتشو میبینند انیق میکنند که الله برای ما بخشیده است. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر چیزی که در ما هست در اختیار ما هست از جانب الله رب العالمین. الله برای ما بخشیده است، چی از دارندگی باشه، چی از تنی سعادت باشه، چی از جسم و بدن حیات باشه، چی از زن و فرزند باشه. بخشنده همه اینها الرحمن الرحیم است. اون رحمانی که بخشنده نعمت ها هست اون برای ما بخشیده است. و بنده حقیقی وقتی نعمت خدا را دید چی میگه؟ در تمام حالت میگه الحمدلله رب العالمین. ای پروردگار بی نهایت برای تو شکر، برای من چقدر نعمتی به حساب داده ای. بنده های شاکر هستند، بنده های حامد هستند، بنده های هستند که نعمت خدا را دیدند، در اصل نیکی و خوبی حیات از جانب خدا میدانند. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر ما نعمت های خدا را بشماریم، عدد کنیم، حساب اونها را به جا آورده نمیتوانیم. بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ دو چشمی روشنی بینا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی بخشید برای تو؟ کی چشم داد میبینی؟ کی برای تو این نعمت ها را بخشید؟ دو دست داد برداری به سویش، دو چشم داد سازی جستجویش. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای غیبت نه، برای دشنام نه، برای تهمت نه، برای منت نه، برای چی؟ برای الله گفتم، برای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. هر کدومش برای چیزی خلق شده است. پا برای چی؟ برای سوی خدا قدم زدن، سوی اطاعت و بندگی خدا قدم زدن. بنده حقیقی خدا شخصیتی است که این نعمت خدا را میبینه. این نعمتی که امروز داده است، چی از تنی سعادت باشه، چی از دارندگی و فرزند، نعمت خدا را میبینه. در برابر این نعمتاش پروردگار شکرگزار است. اگه الحمدلله رب العالمین، ای پروردگار بی نهایت شکر برای تو، چی قدر برای من نیکی و خوبی بخشیده. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده میخواهد. عزیزی مهربانی من تو را او بنده میخواهد. بکاری بد همه نازی، بکاری بد همه نازی، حیاتی خیش میبازی، چرا با او نمیسازی؟ تو را آینده میخواهد. برای چی به خدا خودت درست نمیکنی؟ در عبادت و بندگی خدا برای چی خودت درست نمیکنی؟ رب العالمین برای تو آینده میخواهد، برای تو جنت میخواهد، برای تو بخت سعادت دنیا و آخرت میخواهد. برادری بزرگوار، اگر بنده الله شدی در دنیا و آخرت سلامت میمانی، در دنیا و آخرت بدبخت و خوار و رسوا نمیشوی. والله قسم هر چیزی که دلت میخواه به آرزو و مقصد دلت میرسی. اما سببی که امروز پریشانی، ناراحتی، غم داری، زندگیت پر مشقت شده است، سببش این است که از خطی کشیده الله بیرون شده ای، از بندگی الله بیرون شده ای. نمازی تو این اختیاری شده است برات، موافقی خواهی شد عبادت میکنی. باید خواهش تا نگاه نکنی، باید صاحب تا نگاه کنی. بنده نفس و خواهش نیست، تو بنده الله هستی. دیگر بنده حقیقی خداوند
شخصیتی هست که در برابر نعمتهای خدا را شکر میگه، حمد میگه، نعمت خدا را میبینه و کوری نیست. و دیگرش الصائحون. صائحون مفسرین به معنای صائمون تفسیر کردن. بنده های حقیقی خدا شخصیت های روزگیرها هستند. روزه ماه رمضان روزه میگیرند، یا اینکه روزه نافله دارند، روزه دوشنبه و پنجشنبه که از جناب پیغمبر ثابت شده است این سنت بجا میارند. بنده نفس نگشتند که بگن یک روز تا بیگاه من طاقت نمیکنم. این روزه 6 روزه که بعد از رمضان است، من امروز نگاه میکنم متاسفانه اکثر مردم روزه خور هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره هر یک روزش ثواب 2 ماهه را داره. کسی این 6 روز روزه گرفت گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. 6 روز روزه گرفتن ثواب 1 ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما، مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره. طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره. طاقت رنج و مشقت دنیا را داره، اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دم بار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادری بزرگوار، بنده های حقیقی پروردگار بنده های فرمانبردار هستند، پرهیزگارها هستند، روزگیرها هستند. 4 نشانش بود. 5 الراکعون، بنده های واقعی پروردگار رکوع کنندگان هستند، گردن خم کنندگان هستند. شخصیت هایی هستند که عبادت و بندگی خدا را به گردن میگیرند. سر اونها همیشه نزد الله رب العالمین خم هست. میگوین ای پروردگار هرچند امر عبادت و بندگی داری، در گردن من بار کن، من عبادت و بندگی تو را به گردن میگیرم. بندگی خدا را بجا میارند. از بندگی خدا گردن کشی نمی کنند، سرکشی نمی کنند، نافرمان برداری نمی کنند. الساجدون، دیگرش بنده های حقیقی خداوند سجده کنندگان هستند. انسان هایی هستند که سر اونها یگانه نزد الله رب العالمین خم می شود، نزد هر شخصیت سر خم نمی کنند. یگانه از الله رب العالمین می ترسند. اون جایی که خیف دارن که همیشه قدرت و توانایی داره که ما را ذلیل و خوار و رسوا بگردانه الله رب العالمین است، این یقین میدانند. یگانه سری تعظیم و سری سجده نزد الله رب العالمین فرو می آرند. بنده های حقیقی خدا سجده کنندگان هستند، از خدا می ترسیدگی شخصیت ها هستند. دیگرش الامرون بالمعروف، بنده های حقیقی پروردگار امر معروف کنندگان هستند. برادران بزرگوار، شما فکر نکنید که فقط امر معروف کردن کار ایشان قاری میرون بیگ است. شما فکر نکنید فقط امر معروف کردن کار عبدالقادر است. فقط امر معروف کردن کاری 4 طالب علم هست یا اهل علم است. این فکر نداشته باشه. هر کدام شما را خداوند مأمور گردانده است، وادار کرده است در قرآن که استعذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت در بین تمام امتهای گذشته هسته. وظیفه شما امر معروف و نهی منکر است. اگر بینی که نابینا و چاه است، و اگر خاموش بنشینی گناه است. برادری بزرگوار، هر یک مؤمن و مسلمان وظیفه داره که مردم امر به نیکی کنه. امر معروف معناش همی است یک انسان به سوی نیکی، به سوی عبادت و بندگی دعوت کردن. و ناهون عن المنکر، مردم از کارهای گناه و بد معن داشتند. میبینی یک برادرت در راه گناه رفته ایستاده است، باید معنش بداری، حق ایمان دارید است.
من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر بزرگوار گفتن شما میبینی یک انسان کار گناه کرده ساده است، باید به دستت از گناه بیرونش کنی، معنیش بداری. فإن لم یستطع فباللسانه. به دست نمیتوانی، به زبان باید او را نصیحت کنی، بگوی برادر بزرگوار خیلی کاری بده کرده ساده، کاری گناه داری، این کار کرده ساده نافرمان برداری پروردگار است، این کار کرده ساده آخرش بدبختی و خاری و عذاب جهنم و دوزخ است، این کار نکن. فإن لم یستطع فبقلبه. به زبان گفته نمیتوانی، باید به دل عملی وی بد ببینی. و ذالک اضعف الایمان. اگر این سه خصلت نداشته باشی برادر بزرگوار، خیلی ایمان ضعیف داشته ای، خیلی ایمانت ایمانی بی ارزش و سست و پس بوده ای. وظیفه هر یک مسلمان امر معروف و نهی منکر است برادر عزیز بزرگوار. این وظیفه را حتما باید بجا بیاری. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر زنگ بزن، بگو برادر عزیز روز جمعه برات مبارک باشد، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادر عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم، بگو برادر عزیز بخی غسل که سر بدن بشو. برای مسلمان سنت است که هفتش یک بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه روه. بخی سر بدن تا بشوده نماز جمعه برویم. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است. تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. و آخرش و حافظون لحدود الله. شخصیت هایی که مؤمنی حقیقی هستند، حدود الله گفته مرز خدا را میگن، حد حکم و قانونی که خداوند یعنی امر کرده است ای را حفظ کردن، یعنی از خطی کشیده پروردگار بیرون برآوردن. هر چیزی خدا برات امر کرده است امر خدا را بجا آوردن. در تفسیر این آیات مفسرین یک حدیثی را مثال میارن. برادران بزرگوار، ما و شما در دنیا میبینیم دریاها هستند که حد و کنار ندارن، چقدر عظیم و بزرگ. وقتی در صحراها نشان میدهند چقدر شمالهای سخت میشود. برادری بزرگوار، اگر دریا پیش راهش بند بخوره، آبش از اون یعنی دریا بیرون شود، میدانی بروی عالم چی میآید؟ چند شهر را ویران میکنه. اگر دریا از خطی کشیده الله بیرون برآمد، چند آبادی ویران میکنه. اون شمال هایی که در صحراها میشوند، اگر اونها خداوند اون ملائکه که وابسته به شمال است امر کنه که این شمال به شهر پیرم ببره، ببین که چقدر شهر پیرم به خاک یکسان میشود. اون شمال فقط جاش اون صحرا و چول هست. چی نوعی که دریا اگر از جاش بیرون شد یک جای ویران میکنه، شمال اگر به سوی آبادی آمد ویرانه میکنه. برادری بزرگوار، اگر من و تو هم از خطی کشیدگی الله رب العالمین بیرون برآمدیم، ما هم یک عالمی را تبدیل میدهیم. جنت خود را تبدیل به دوزخ میگردانیم، خوشبختی خود را تبدیل به بدبختی میگردانیم، خرسندی و شادی را تبدیل به غم و ناراحتی میگردانیم. برادران عزیز بزرگوار، از خطی کشیده الله بیرون برآمدن یعنی یک عالمی را دیگرگون کردن است، از راه جنت بیرون شدن است، از خرسندی و شادی دنیا و آخرت دور شدن است. برادری عزیز بزرگوار، ما و شما باید به خود بیاییم. ما بنده هستیم، ما باید بندگی داشته باشیم، باید از بندگی خدا بیرون نشویم. ما و شما برادران عزیز بزرگوار، عزیزای خدا حکایت میکنن یک شخصیت بسیار یعنی دوستی خدا بود، انسانی بزرگی بود، به درجه عالی رسیده بود. از حضرت روز شاگردا پرسیدن، گفتن حضرت استاد شما کی هست؟ خیلی استادی به فیضی داشته، آیا شما را کی تربیت کرده است که چنین درجه و مقام عالی را از خود کرده؟ به چه خاطر استاد پرسیده می شود؟ به خاطری که استاد پرفیض بوده است، مربی خوب بوده است، تربیت کننده بهتر بوده است. تن حضرت استاد شما کی است؟
کی شما را تربیت کرده است که چنین بزرگ گردیده، چنین بزرگ گشته؟ این شخصیت چی جواب گفتن؟ گفتن استاد من یک غلام است. سبحان الله. امروز غلامداری نیست در بین ما برادر. زمان پیش مردم مثل غلام بر این می خریدن، مردم می بردن کارشون می فرمیدن، اختیارش در خودش نبود. بیچاره مثل مال بر این، مثل حیوان بر این فروخته می شد. الحمدلله که در دور زمان ما غلامداری نیست. از حضرت پرسیدم، گفتن حضرت استاد شما کی است؟ گفت استادم یک غلام است. گفتن چی نوع غلام؟ گفت من در وقتش دارنده بودم، بای بودم، بازار غلام خری رفتم در بین مردم نگاه کردم، یک غلام خیلی بلند قامت بزبله. میگه نگاه کردم گفتم هر جا کرده بزبله هست، بلند قامت است، این بسیار کارگر است. در اصل انسانی میده جنس در کارم قبول نمیکنه، میگن ستیل برداشته نمیتونه، رسوارد میگن چی میگن، برداشته نمیتونه. میگه قبول کردم، گفتم اینا من میگیرم. نزدش رفتم، گفتم ای غلام، من تو را خریداری میکنم، من تو را میخرم، آیا نام تو چی هست؟ چی نام داری؟ میگه غلام گشت به سوی من گفت که هر چیزی که بگویی، هر چیزی بگویی نامم همون است. میگه گفتم ای غلام، من تو را میخرم، خوراکی تو چی هست؟ تو چی میخوری؟ آیا عادتی که دائمی مولای پیشنه تو را طعام میداد چی بود؟ میگه غلام گشت گفت که هر چیزی که برام بودی، هر چیزی بودی خوراکی من همون است. بعد از آن گفت سیوم بار با پرسیدم، تو ای غلام، من تو را میخرم، خواهش تو چی است؟ گفت هر چیزی که تو بخواهی. گفت هر وقت هر سوال از غلام میپرسیدم، غلام وابسته به خودم میکرد. میگو هر چیزی که بودی خوراکم همون است، هر چیزی بگوی نامم همون است، هر چیزی که تو بخواهی خواهشم همون است. بعد از آن میگه وقتی سوال ها ما تیار کردم، غلام یک آهی سر کشید. گفت غلام چی و خواهشش چی؟ غلام باید خواستی صاحبش نگاه کنه که صاحبش از او چی میخواهد. میگه این سخنی غلام من در فکری خودم گرفتم و تفکر کردم، فکر کردم غلام چی و خواهشش چی. برادری عزیز بزرگوار، من و شما دعوا داریم که ما بنده الله هستیم، ما را چی و خواهشمون چی؟ ما باید خواستی او را نگاه کنیم که او از ما چی میخواهد. الله رب العالمین از ما چی میخواهد؟ باید خواستی الله به جا بیاریم، نه اینکه خواستی یعنی شیطان و خواهش نفس و خواهش دیگر. ما بنده الله هستیم، باید ما بنده خوب باشیم، بندگی خدا را به خوبی به جا بیاریم. در آخر این آیت رب العالمین گفت و بشر المؤمنین، بشارت ده مؤمن ها را، مؤمن های حقیقی را، بشارتی به جنت، بشارتی به نجات، بشارتی به خوشبختی دنیا و آخرت. بشارت بده که اونها دنیا و آخرت خود را آباد کردند. شخصیت هایی که این 9 خصلت داشته باشند، برای اونها بشارت بده که اونها دنیا و آخرتشون آباد کردند. برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم که این 9 خصلتی که رب العالمین گفتن برای مؤمن کامل هست، ما در حیات اینها را عملی داشته باشیم. ایشان نورالدین جان خدا شما را نگه دارد. من توی کردم، من را پدرم و مادرم و برادرانم مجبور کردند که توی سر استول میکنی. من راضی نشدم. مرا پدرم آخ کرد که تو با گپی پدرت و مادرت کار نمیکنی. من گفتم که ایشان نورالدین جان میگوید که درست نیست و کسیتی شما را آوردم گوش کردند. خسرم گفت که من هم به این قول داملا راضی هستم، توی سر استول نکنید. اما موسفیدان قشلاق به من میگویند که تو عاق شدی. نه جوان خوب، جوان با همت، تو عاق نشدی. تو انشاءالله صاحب جنت هستی. همون پدر و مادر تو عاق شد، همون پدر و مادر تو گناهگار شد. انشاءالله تو همراه سعد ابن ابی وقاص هستی. کجا به حال تو جوان با همت. آره پدر و مادر تو احترام کن. اونها شاید از روی نادانی، شاید از روی ناموس شیطانی آدمان نخندن گفته به این گناه خوشان فرو برد ایستادیان. اما خوشا به حال تو که اونها را از این راه گرداندی. انشاءالله تو عاق نشدی. اونها را با هر سحری زیارت کن، اونها را دستاشان بوسه کن
خدمتشان که انشاءالله اونا از تو راضی میشن. اگر مبادا راضی هم که نشوم به همین رفتارشان، تو گناهگار نیستی. خب بابایشان سخنهای مرا در بین خلق خوانده درباره که پسر مادر خود را لطوکوب میکند یک چند سخن میگفتید. اگر بابایشان چه خیلی که خود شما میگوید حقارتهایی بجایی دارم، ما خفه نیستیم اگر تکرار شود. من یک مادر 72 ساله می باشم. پسر کلانی به نام طاهر 19 ساله است. پیش به خودمان خانه کردیم، با خودمان خانهش کردیم، حتی باز آمده طلب پول کرد. بعد برآمده رفتنش من با شاهد همسایم 10,000 پول برآورده به بو دادم. از بین 19 سال گذشت. یک روز با همراهی پسرانش آمده بچه دویمم را لطوکوب کرد. باز بعد چند روز آمده خودم را به شدت در شکمم زد. مرا زنوار حقارت کرد. گفت که فلقت میکشم. بابایشان من خواهش دارم که درباره همین خیل فرزندان ناخلف سخنهای پروردگار را گفته در دیسک‌ها ثبت کرده میشدند. همین جمعه انتظارم بابایشان. همین بچه به ایمان من طاهر نام دارد، از دهه جوی بادام. یا الله، من گمان میکردم که دهه جوی بادام خیلی دهه مردمی با ایمان و جوانای با اخلاص و زیرا هر باره که ما در محفل های اونها میرویم اینقدر اخلاص و اینقدر جمعیت زیادی جوانا رو دیده من مفتون اینها میشدم. خوب باز هم خفه نیستم، زیرا که در عرفیت میگوین جنگل از خوب و خیر خالی نیست. خوب من به این جوان که نامش طاهر بوده است از این منبر رسول اکرم خطاب میکنم. دادر عزیز، به خاطر این بی‌آدابی که به مادر مهربانت کردی، تو از نگاه اسلام و شریعت عاق هستی. تو از نگاه اسلام محروم از رحمت خدا هستی. تو از نگاه اسلام گرفتار غضب سخت پروردگار خود هستی. تو از نگاه اسلام اگر توبه نکنی انسانی هستی که بوی جنت برای تو حرام است. حتی تو انسانی هستی که تمام بشریت و ملائکه های الهی برای تو لعنت میفرستند. زیرا در روایات هم ما خواندیم من فضل زوجته علی امه فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. هر فرزندی که همسرش از مادرش بالا داند، به خاطر همسرش مادرش آزار دهد، بر این فرزند لعنت خدا باد، لعنت ملائکه ها باد، لعنت تمام جامعه بشری باد. دادر عزیز، این است مکافات مادری که تو را 9 ماه در رحمش برداشت، نطفه پلیدی تو را، جنین ناخلف تو را در رحم نازک مادرانش تربیت کرد 9 ماه، که این 9 ماه برای او چون 9 سال گذشت. بیدارخوابی ها، کمخونی ها، وزنینی ها، مادری که برای به دنیا آوردن تو ناخلف طاهر با مرد دستگیربان شد، عذاب مرگ پسی سر کرد، تو ناخلف به دنیا سالم آورد. در وقتی به دنیا آمدنی تو در لبهاش تبسم پیدا بود، شکر خدا رو میکرد که فرزندی من سالم به دنیا آمد. مادر که برای خاطر تو شده ای طاهر 2 سال از پستان نازه تو شیر داد، خودش گرسنه مونده تو رو خورانید، خودش تشنه مونده تو رو نوشانید، خودش خواب نکرد و تو رو خوابانید، خودش خنک خورد و شبها در گهواره تو رو الله گفت ای طاهر ناقلم. مادر که وقتی که تو در حوله بازی میکردی از تماشای تو دنیا لذت میبرد، چهره هاش میشکفت که من بچه دارم. امروز از دست تو ناخلف، از دست تو ناجوان مرد، از دست تو عاق پدر، از دست تو عاق رحمت خدا در شکمش لغت میشورد. شکمی که تو رو برداشته بود، شکمی که تو رو 9 ماه بانی کرده بود با ضرب لغتی تو. ای ناجوان مرد، حالا هم فرصت داری، حالا هم در نشده است نزد مادر رو، نزد مادر رو دستاش بوسه کن، پاهاش بوسه کن، در پیش پای او خود انداز، توبه کن. والله دل مادر دل مهربان است، دل رحیم است، تو رو توبه قبول میکند، تو رو گناهت میگذرد. حالا فرصت داری ای ناخلف، خدا تو رو هدایت کند. من فرزند را میدانم که مادرش از خانه بیرون کرد در وقتی بیماریش، مادر در بیمارخانه وفات کرد و جنازش نرفت. امروز چی خاری و زاری به اثر میگذراند؟ تو این عذاب منتظر باش، تو این خاری را منتظر باش. ان همون فرزندانی که امروز در پشتتن والله تو را خار کرده، عذاب
بکشن. که ما تدین و تو دار، چی معامله کردی همان معامله را از فرزند و چشم دار. قرض است کرده های تو بر دوش روزگار، در هر زمان که وقت بیاید ادا کند. این لگتی خداوند پای تو رو شل کند، خداوند پای تو رو قاق کند، خداوند پای تو رو کلته کند که در شکم مادر زدی. منتظر باش که لگت های فرزندت در عشق تو می بیاد. منتظر باش. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. خدا بگد ای آقی پدر، امروز اگر مادر و پدر راضی نکردی، اونها از تو ناریضا رفتن، پیش من می بیایی، انتقام این مادر پیره از تو خدای او میگیرد. تو دور نمیری. ثم الى ربکم ترجعون. طاهر حالا هم فرصت داری، همراه فرزندات رو پیش مادر سرت از زمین مون، آب دیده کن، گریه کن. والله امید دارم مادر مهربان است، مادر حلیم است، مادر غمخوار فرزند است. باز گناه تو رو میگذارم، من باشم که نمیگذاشتم، اما مادر دل حلیم دارد، دل مهربان دارد، دل سوزنده دارد. وای باز تو رو میبخشد، باز تو رو عفو میکند، باز پیشانی تو رو سیله میکند، باز من باور دارم پیشانی ناخلفی تو رو بوسه میکند. راو حالا هم فرصت داری. طاهر دادر عزیز، حیفی جوان مردید، حیفی جوان مردید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند 3 گروه آدم هرگز جنت نمیدارد اگر به توبه از این عالم رفته باشد. یکی از اونها والعاق لوالدیه، فرزندی که عاق پدر و مادر شده باشد. یا الله، پیغمبر بزرگوار میگوید بکاء الوالدین من العقوق. آخر یک سخنی به آدابانه گویم، مادر اگر غمگین شود و آب دیدش ریزد، ما عاق میشویم. آی ناجوان، بر تو بالغت دستی که به او میزنی، تو مگر عاق نشدی؟ مگر او اهل محلی جوی بادان تو رو چطور نگاه میکنن؟ پیش مردم درو توبه کن، پیش مردم درو پیش مادر رو توبه کن. این صدای من که همه جا میشنود، این صدای من با نام ناخلفی. تو طاهر نیستی، تو فاسدی، تو فاسقی، تو ظالمی، تو عاقی، همه جا میشنود. لیکن باز را توبه کن، همراه مادر پیش من بیا، از این منبر با من تو را مردم رو معرفی میکنم، توبه تو را آشکار میکنم. شاید اینجا مادرم عیبدار باشد. پدر و مادرای عزیز، وقتی که فرزند ناخلف تربیت کردید، وقتی که فرزند از مسجد دور کردید، وقتی که فرزند احکام ایمان و اسلام تعلیمش ندادید، این است جزای ما پدر و مادر. بنابر همین پیغمبر بزرگوار ما و شما را امر میکنن مرو اولادتون بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. بچه هاتان از 7 سالگی نماز خوان کنه، از 7 سالگی مسجد بر کنه، از 7 سالگی نمازهای جمعه بره، تا اینکه این صحبت ها را شنوند. حکم اسلام درباره احترام و پدر و مادر شنوند. بنابر پدر و مادرهایی که فرزنداشان تربیه روحی نکردند، تربیه ایمانی نکردند، مسلمان نکردند، ها این روز منتظر شوند. خداوند دعا کنیم همین فرزندای ما و شما را، فرزندای امت اسلام، از پیروی قرآن و اسلام جدا نکرداند. و خصوصا این مادر عزیزه در این آزار فرزند ناخلفش صبر عطا فرماید. پروردگار تو مقلب القلوبی، این طاهر ناجوان مرد حالا فرصت دارد، توفیق عنایتش فرما که رزن مادر رود و توبه کند و گناه های خود بشوید. پدر و مادر اگر یک گپش نگفتی، شرط نیست بگه بچم عقد کردم، خفه شید عقد شدی دیگه، تمام. پدر و مادر وقتی پیر میشوند اینقدر دلشون نازک میشود که دلشون مثل میگه نازکی در پیری هم میشود که لامپچکایی که چراغ دمه مونه سوید میمره گیرون میگیریم کو قیازی جودا نیست اون طرفای چه در کوهستانو ده لامپای همو چراغ چقدر نازکه میگه که دل دارم از شیشه نازکتر، اگر گرد و غبار بشیند میشکند. دل پدر و مادر همین خمیشته. میگه نگو که این دل بشکند صدا ندارد، این صدا روز قیامت خواهد بلند شد. پدر کلان شد در میدکی بچه اگر پدر نمیتون بزنه چیزی بگه پدر خوشحال میشه، به قول معروف ما شما کیف میکنه. بچه میگه ای زوره. لیکن بچه 15 ساله شد به بلاغت رسید، میگه تا 15 سالگیش
حضرت ها میگن با پسر مثل میگه رفیق رفتار کو، وقتی زنش دادی مثل همسایه. میگه اینقدر گپاشون تون بوده، وقتی کلان میشده یکی پدر نمیگفته، پدر هم تمیز داده میگه زحمت کشیدم خواندمش، آدم شخصیت کردم در جامعه، زنش دادم، ای پشتی من میشناسنش، امروز مرا او گپ من نگرفت. ها برای همین میگه شیطانی بدبخت میگه چیکار کنم که همین را آخ کنه. همین انسان که آق شوه خدایی نکرده، اگر مادرش آق کنه و پدرش. پرسیدیم حضرت که مفتی قاسم حفظ الله را که مفتی اهل سنت و جماعت بود، گفتیم استاد اگر آق شود جبرانش چیه؟ چیکار کنیم؟ چی پرداخت کنیم که ببخشه؟ گفت 5000 نهال میشنونی، 5000 نهال حاصل میته، ثمر میته، او را صدقه میکنی، ثوابش نمیخوی. بعد شاید خدای تعالی مطلب باشه که ما و شما در اصل در تجربه دیدیم یک نهال شنوندن شه بگین چقدر سخته. 5000 برای الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. سبحان الله. میگم ما در عبادت ما را بکنین، فقط هیچ بغیر از ما هیچ کده عبادت نکنین، ما در شریک نیارین. بعد از عبادت ما شریک ما در نیارین، پدر و مادرتون احسان کنین. پدر و مادرتون احسان کردین، 8 در جنت براتون بازه. الله سبحانه و تعالی میگه گفت پیغمبر حرف دروغ نگویید، هر کجا باشد رزق حلال جویید. محبت را با پدر نگاه دارید ای مردم، اگر بخواهید ای فضل الله نگردید محروم. پیغمبر میگه دروغ نگین، هر راست گپ میزنین حرفی راست بگین. این الله مع صادقین. واتقوا الله و کونوا مع صادقین. از خدا بترسین، همراه راستگوها باشین، راست گپ زنین. یکم میگه رزق حلال بجین. رزق حلال چیه؟ رسول خدا گفت زمانی میشود 3 چیز یافته نمیشود. یکی پول حلال، دوم رفیقی که استوار دبرت بسته در گجوی باشه، اگر سر دادنی باشه جان دادنی باشه بتا ای پشتت خنجر نزنن. همین دیوم نمیشه. سوم گفت حرفی راست نمیشه. یک زمین از 3 کس نفروختگی، یک چیز فهم میکنه خونه را میپوشن، وقتی میره افراد میکنی اون میره و کوارتینا هم بداره داکیومنت اوریجینال با صاحب شهرسی میگه خونه ما یا کوارتینا شته بود. مسلمان دروغ میگه. بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نامی پدر و مادر گفت ای مردم، ما در بالا خدایم، در خانه تون پدر و مادر ای خدا. پدر و مادر احترام که بر رسول خدا چی گفت؟ اگر ای فیضی الله نگردی محروم، محبت را با پدر نگه داره مردم. پدر قطعی رفیق باشی، دوست باشی، برکت میابی، نونو دروغن میشه، انشالله قبلگاه راضی باشه، جنت میابی. با پدر چه رفتار کردی، فرزند هم که رفتار میکنه خودت. مادرت راضی بود عمرت دراز گردد، در جنت برویت باز گردد. اگر مادر راضی میشیده عمر انسان دراز میشیده. این نعمت ببین، 8 در جنت برود باز میشیده. مادر اینقدر گنج بزرگه. بگه یک صحابه پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله کی زیاد بر من حق داره؟ گفت امک، مادرت. ثم من، با کی؟ گفت امک، با مادرت. گفت ثم من، گفت با کی؟ گفت امک، با مادرت. 3 بار گفت مادرت. بعد گفت ثم من، گفت ابوک، پدرت. علما میگن چرا 3 بار مادر گفت؟ پیغمبر پرسید که کی در گردن من بسیار حق داره، من همون را خدمتش کنم؟ پیغمبر گفت مادرت 3 بار حق داره، پدرت 4 بار گفت. چرا مادر؟ چرا که مادر 9 ماه روز در بدنش تر میگردونه، قطعی تو خواب میره، قطعی تو مگزین میره، قطعی تو کار میره، تر در زمین نمیمونه. اینقدر درد میکشه. وقتی که جان میته درد کشیدن در کودک میگه من میبرم، جان میگفته من میبرم. بسیار مادرها را دیدیم که میگفت که ورش میگه اگر کودک نجات بده مادر میروه، مادر نجات بده کودک ای بای میروه. شوش بیرون میگه که کودک بروه و مادر زنم نروه. مادر هم میپسند، مادر میگه من میرم و کودک ببرویه. بخاطر همین مادر میگه چه حق داره، چه حق بسیار داره.
به همین خاطر یک حدیث دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه یک روز چهره مبارکش طرف صحابه کرد و گفت ثم رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو. سه بار گفت بینی همه آدم در خاک، بینی همه آدم در خاک مالیده بود. میگه صحابه ترسیدن گفتن کدوم آدم باشه؟ گفت الذین من ادرک ابوین او کلاهما او احدهما او کلاهما فلم يدخل الجنه. گفت کسی مادر و پدرش در پیری میوه برای او خدمت نمیکنه، گفت بوی جنت نمیبینه. اگه ببینید در پیری مادر یافتی پدر خدمت نکردی، اگه وای بر حال او کسی بود که پدر مادر مونده رفتگی سراغش نمیکنه و برده در دامستریلش موندگی، در خانه سالمندان موندگی. یا جا امری معروف میگردم همین قصه را گفت مولوی جان گفت شر نیست یازی دامستریلش بریمونی، همین دام دیگو و دام دا بس خبر نمیگیره و تا و چشه نمیاد خبر همین دامستریلی گفت نه زنشه که او را کلینی دوره که خدمت چکنه گفت حتی زنش عدل نه زندگی میکنه کمپیر مسفید همونجا که چون میخیزن میگه اب خود میگه تو چون چی میکنه ای درش نمیدروه یا موندیان رسیه رفتیان 4 ساجید سراغ نمیکنه. بعد همه آدمو را انالیز کن زندگی هاشونن با چی روزو زدگن سرگردانن در چی قرض دارن و چی کارو غلطی دگن. کسی که مادر و پدرش احترام کردگه ای اول ای جناب علی سرکرده تو کدام و ابو حنیفه رحمت الله امام عزیز ما ای صحابه کدام می بزرگ کدام آدم مشهور و شهرت نگاه که انالیز که زندگیشه چرا نونش در روغنه چرا عزت یافتگه تا حاضر پدر و مادر احترامش میکنه. سر کار میبره میگه اوتا جان دوبته من رفتم اگر ای 91 باشه تا 82 اگر قریب باشه میدره اوچا جان من اینا پریده سم اینا صفا اوچا جان چی بیارم ها آدم اینا میدونم هر روز ای کار میاد پدر مادرش خبر میگه بعد میبره خونش میره. همه آدم رو من انالیز کردم با چی درجه رسیدم. چرا دعای مادر مثل شمشیر مادر هم خبرگه که خدا پروردگار خوب کبیری زر شد پدر بگه بچم روزیم میگه زندگی منور میشه. میگه پدر پیغمبر است مادر فرشته خداوند هر دو را در قرآن طور نوشته. پدر شمع است و مادر ماه تابان، پدر انسان است و مادر جان انسان. پدرت مرد مادر تا خفه که اوروی پدرت خفه میشیده. مادر بمبره پدر زنده باشه پدر تا احترام که اوروی اوچت خسر میشیده. امی دو تکفیر کمپیر یا چه خفه که ایش هم دلش میشکسته که تو ایره خفه کردی گفته زک میشیده. پدر انسان است و مادر جان انسان، جانی در میکرده. پدر اینقدر مهربانن. بعد میگه ای برادر پدر را عقل و مادر را نفس دان، این دو گنج عزیز را هرگز مرنجان. شرط نیست امروز من میگه که من نمیتونم مولی نمیام ولی اوچت من بچه میپرسی کی میام کی من بچه موخی من دختر نیستم. همین گپی بلند زدن آواز بلند کردن در پیش پدر و مادر اینقدر خدا ناراحت میشیده که تا کی که در پیش پدر اوف گفتن جایز نیست. اوف حضرت ابراهیم علیه السلام امر شد که اسماعیل امتحانش کرد آزمایش کرد پیسش بارهاش نویدین گفت برای ما قربانیش که گفت بسنجم چقدر تو محبت داری. میگه وقتی که اسماعیل برد در روی پشترگاه من اونجا را زیارت کردم یا تکثیر خدا برکت شده برد که جایی که قربانی میکنه از زبان. میگه وقتی اسماعیل گفت که بیا خوره که گفت پدر هرچی میخواد کسش مختصر گفت پدر هرچی امر خدای به حکمت نیست مرا قربانی که گفت و امر خدا شیطان از پیش درآمد گفت ای اسماعیل تو چی خنده کرده رفت و تا ترا کشتنی بردی سه گفت چیزی میکنه نمیکنه پیغمبر او امر خدا را اطاعت میکنه. اطیع الله اطیع الرسول ان کنتم مؤمنین. کسی اطاعت الله رسول کنه مؤمنه. گفت ما که برام خدایا نقشه دوره ده مرا که بگیره میبره جنت پدر و میوه مادر و میوه. گفت میگه پدر جون وقتی که مرا گفت میبری چشما ما ببند گفت یا که پدر جان گفت روما اوست که گی وقتی کشیدن قواق نکنم سینی خودت که پگه پیشی خداوند چی جواب بتم که تو سینی اوتاد گب گرداندی و چشمی بد کردی نگاه کردی قواق کردی نگاه کردی. وای بر حالی ما که مادر مولا گفتیم که کمپیر تو میجکی تو خب کلی وای بگن که اوتاد کارت نباشه پگه چی جواب میگیم پیش خداوند. استاد گفتم استاد یاش بدیم جاهل بدیم کردیم امیره به عقل بدیم
اوچه میسر گفت بیا نگاه دارم دسترخوان کده که بیا مرا اوجا بر منش کدیم 3 ساعت نرفتیم. پدر گفت که علاوی ندارم خنو خورده سم گفتیم ما پگه میام پگه دیگه میام نکدیم همین خدمت چی میشه گفت جبرانش بچه‌م میگه که در سر قرض جیبم را دعا که حق صدقه کدی بگو پدر و مادرم دا ثواب شه برا این دعا را بکن خدایا هر نیکی که ما کردم هر خوبی که ما کردم این را در نامه اعمال پدر و مادرم بنویس هر گناهی که او انجام داده در گردن ما بنویس شاید گفت خدا جبران کنه شاید ببخشه. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه اینقدر عالم فقیه بود وقتی مادرش گفت که ابو حنیفه این مسئله صورت مسئله را نماز 4 رکعته بخونیم 2 رکعته بیا پیش فلانی ایشان میریم همو دا کو همو بگه ما همو چی میکنم که در حالی که فرزندش اکادمیک ناوک بود ای همه فقیه عالم متبحر بود میگه سوار شد مادرش در شتر بند شتر میگرفت میرفت پیاده و مادر در چی سوار میرفتن مسئله دینی را حل میکردن ایوجا می اومدن مادرش در یک مسئله دیگه برد میگه رفتن که یک مسئله را نتونستن و حل کردن بعد ابو حنیفه شیش که و دو خونه مسئله را دیده سنداملو بعد میگه سنی مادرش گفت که ما یک وضو بگیریم وضو تنگی کردی سه طهارت کنیم میگه رفت دید که و همین بعد میگه مسئله را صورت مسئله را گفت همین خیمه شو مادر ما بگین که نگین که ما گفتم آمدن میگه گفتن که مثلا او هم مشونی ابو حنیفه تو که هنی ابو حنیفه باشی تو چرا تو خستی پیش می اومدی تو مرا خجالت زده کردی شرمنده کردی تو که عالم متبحری تو اینقدر عالمی که خدا دادی تو چرا مرا زیر سوال بردی سه ابو حنیفه گفت که به خاطر مادرم گفت که شما در اعتقاد کرده گفت ما اونجا میرم مادرم ناراحت نشه مادرم نفهم دیگر از همه شما خواهش میکنم که از هر یک احمد یک سخن شنیده زود او را از کفاش کافته بگرده. امروز ما بسیار مشاهده میکنیم اسلام رو طعنه میکنن قرآن رو طعنه میکنن علماها رو در حقش عیبجویی میکنن مانند این موضوع هم در حقش هرچی میگوشان شما هرچی که شنیده درباره وی خفه شده است کفاش شده کافته میگرده. او وقتی که شنیده یک بار با همون اتفاق کنید ثانی از کلام احمد که هم که شنیده مربوط بدعت است بود دو جواب بیدید یک سک هستی و هوعوی تو ایدگاه ماه خیره نمیشه فقط دهن خودت خسته میشه بسلام هم تو بید رفتن بید اونا رو ندلیلاش رو کش کنید و احمد ها را نصف خواهش اما خواهش میکنم روانهایی که این روز این نوار قلم میشود مسئولایی که نویسنده هستن و فروشنده هستن در پشت این نوار نویسن که آیا موضوع بدعت هست یا نه نویسن تا مردم خودشان بگیرن گوشن دادن احتیاج دیگه به سوالهایی به ما نشود. خواهش میکنم در این بار دیگه به من سوال روان بکنید. امروز یک خواهر اسلامی با آب دیدن که خود در از قرادیان بوده است و خاطر مادرش هم آنجا زندگانی میکنند اما تقدیر او را برای شوهر کردن به این دوشنبه آورده است و پدر و مادرش او را به جوان به نام حامد که حمید از سلیم آورد از غرب قشلاقی سنگی ملکی در غرب قشلاق هست سنگی ملکی نامش حامد خانش هم در غرب آمده است در این
دوشنبه هم خوب خانه دارد یا که وقتا کراتی دارد این خواهر اسلامی بگرد با ایشان او من اولش که شوهر کردیم نبودم من پدرم به لحظه خودشان بابین گفت مجبورا شوهر داد به همین آدم پیش ازم که اون نکاح کنیم من او بارها گفتم که بابا من در راه دست در نصف راه نبرتایی من بفرمند هستم سال من بعد محتاج شدم بخار شدم که نگو من برای شما خانه گرفتی دست من شما را زن میکنم گفت آور دوشنبه اکنون من میگه قریب 8 ماه 9 ماه هست نه من سراغ میکند نه من نفقه میتید خانه پدرم رفتن بابی میگه بابا میگه تنها تو بنویسی که وقت راحت باشد بابا میگه بابا قبول میکند میگه نه من تو رو شوهر دادم اما دست گیری میکند که باشا من دیگر آمد بابا قبول نمیکند که شوهر داریدم شوهرم من سراغ نمیکند بنابر من فقط به خدا مراجعه میکنم پیش شما آمدم شاید به من یک یارده میکنید خوب من به این خواهر اسلامی چی یاردمی کلیا باشد او که یاردمی کرد نمیتونم که یک ماه زندگیش بشد شما اما او یاردمی کلی من قبول نکرد خوب گفتم اگر راضی باشی من از بالای من شوهرتون خطاب کنم شاید اگر مسلمانی با ناموس باشد با وجدان باشد با دیانت باشد صدای من انشاءالله قبرستانی ها میشنوم شوهری هم میشنوم شاید ناموسش بیاد تو رو سراغ کند سانه خواهر بود که من باعث همه شما راضی هستم دیگه خواهش کردی نام پدر من نگیرید در اون بابی است بابا میشه مبادا با من خواهد نکنم من به این دادر عزیز حامد سلیما از قشلاقی سنگی ملکی ناحیه غرب خطاب میکنم که دادر عزیز اگر از من خورد باشی اگر از من کلام باشی برادر عزیز بدان که نفقی این خانون در گردن تو فرض است وقتی که تو را همچون همسر با نکاح اسلامی به زنی گرفتی از همه رو گردن تو فرض است که باید او رو با جای خواه تامین کنی با نفقه تامین کنی با لباس و با خوراک تامین کنی با همخوابگی تامینش کنی عزیزان من در اسلام دو زندگی بلحوثی نیست دو زندگی مسئولیت است دو زندگی جوابداری در پیشگاه خداست حامد دادر عزیز برای تو پیغمبر بزرگوار تهدید دارد رسول اکرم میگه من کانت له امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامه و شقه ساقطا کسی دو زن دارد و دو همسر دارد بین این دو زنهاش عدالت نمیکند اونها را یک گونه تربیه نمیکند یکیش نگاه میکند دیگهش سراغ نمیکند یکیش با لباس و با خوراک تأمین میکند دیگهش سراغ نمیکند یکیش 6 ماه و 8 ماه قدیش میکند دیگهش سراغ نمیکند این شوهر روز قیامت که از خاک خست مانند دیوانه هایی که امروز در کوچه ها میبینه یک طرفش خلاش کار نمیکند آبی دهنش ریخته میستد یک حالتی بدنما دارد از قبر هم تو بخیزد حامد دادر عزیز تو این حالت منتظر باش تو خواهی نخواهی پیش پروردگار میری که انتقام این بندش از تو میگیرد قرآن پروردگار میگد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف خدا در قرآن میگه لینفق ذو سعة من سعته وقتی که شوهر خانم میگیرد اگر ثروتمند باشد باید نفقی بایگری به او تامین کند اگر کم بغل باشد باید نفقی کم بغلی به او تامین کند آیا تو راضی هستی که همسر تو با آبی در کوچه ها گرده آیا تو راضی هستی که همسر تو در نزد خواهرش یزدش گپ شنو باشد آیا تو راضی هستی که همسر تو در نزد پدرش گپ شنو باشد گمان میکنم تو جوان مرد نیستی جوان میکنم تو وجدانی انسانی نداری گمان میکنم تو مسلمان هم نیستی و الا مسلمان میستی از خدا میترسی گفت سعدی بزرگوار بعضی ناجوان مردها ببین آن ناجوان به حمیت را که هرگز نبیند یک نظم دارد یک جوان ها به حمیت هم به ناموس هم به خاطر راحت خود
به خاطر معیشت خود زنهاشان این پرتایان سران میکنند خوشان در دیگر جا معیشت کردن میکردند. حضرت سعدی این تو جوانمردان را حتی دعای بد کرده است که هرگز زندگی خوش نبینند. نخواهد دید روی نیکبختی زن و فرزند بگذارد بسختی. وقتی این خواهر با لباس کونه، با لباسی سادی، با حجاب اسلامی دیدم آمده در پیش دخترهاش روان باور کنید دلی من ریش شد. من نفرت دارم از این تو دو زنه ها، من نفرت دارم از این تو سه زنه های لعنتی. در قرآن پروردگار من فهیم لم تستطیع فواحدتن، ای مسلمان قدرت دو زندگی نداری، بزدیدی ترسانچگی از خودت میکردی یک زنگی حقا الان بیچاره در کوچه سرسام حیران کجا رفتنشون میدانه. جوانمردی بیا صاحبش کن، امکانیت نداری بیا سرش ده یا طلاقش کن. گو که من دیگر امکانیتی دو زندگی ندارم، برخانی پدرش طلاقش کن. این دست بود چون شاید یک جو وقتش یابد. بنابر اون کس پدرشان نام این خواهر عزیز ما نتیجه بدست. شاید شوهرش بعد از شدیدین نامش دارد، نامش نتیجه خواه. تو من به پدر او خطاب میکنم پدر عزیز، ای فرزند شماست، ناموسی وقت در گردن شماست. ای خواهد پسر میشون شاید در هر کجا زندگیش میدی دوستی میگه، اما او دختر است و محتاج است. وقتی که شوهرش او رو سراغ بکرد نفقی و در گردن تو پدر عزیز لازم است او رو نفقشتی. خوب دادر عزیز حامی جان، اگر افت سخن من سخت رسیده باشد از تو روز بخواهم، اگر اصلاح شوی بیای همسر تو صاحبی کنی، لیکن اصلاح نوشتگی باشی خداوند هرگز روزی فرصت داره تو نصیب نکنه. عزیزان من اینجا بچه های زیادی در بیرون از من التماس دعا کردن که با سفر کاری به شهرهای وسیع روان هستند. خداوند همشان نگاه دارد، یک جای در حد حال پروردگار. این جوانای عزیزی که روزها به خاطر نفقه و به خاطر تامین خاندان خود و به خاطر تامین نفقه پدر و مادر خود به سفر کاری روانند، خدایا آنها را در گناه تو نگاه دار. خداوند رزق آنها را فراخ گردان. خداوند آنها را از شر او کلهای بدبختی که در مسیح برآمدند خونخوار و آدمکش خدایا نگاهشان دار. پروردگار همین آرمان به تو امانت و بسپارم. خدایا تو ذاتی وعده کردی امانت خیانت نمیکنی. اللهم انت صاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل والمال، استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. انشاءالله جمعه آینده دو جمعه پیدا یا سه جمعه لازم شود اما محمود جان به سوالای فرستادی شما جواب می‌دهند. کسی که مکتوب روان کردین جمعه های گذشته انشاءالله سوال جوابش می‌گیرند. خدا همتون نگهدار. حي على الفلاح
ما عندكم ينفد وما عند الله باق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم الآجال والأرزاق وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب التاج والمعراج والبراق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين إلى يوم الطلاق وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت الموت كل نفس ذائقة الموت مسكين ابن آدم أي مسكين ثيابه كفن ومركبه جنازة ومنزله لحد وفراشه تراب وولده يتيم. انسان چه بیچاره هستی در چنگال مرگ. آخر این لباسای زیبای تو مبدل به سیقبت سانی تو نمیشوند. آخر این مرسدس و جیب های سوار شدگی تو مبدل به تابوت میگردند و این خانه زیبای تو عوض به خانه لحد میگردند. انسان تو چی ضعیفی، تو در چنگال مرگ چی ناتوانی درماندی. آخر کرپی تو خاکی ملایم قبر میگردد و این فرزندان دوست روی که شیرین تا آخر بی پدر میمانند، در بدر به کوچه ها میگردند و مالهای تو به دست وارث ها تقسیم میگردند. وولده يتيم وماله مقسوم وعليه الحساب فاعتبروا يا أولي الألباب. چه سازی سیر نخلستان گذر کن سوی قبرستان و بین ای خاک یک دم
حال زار مشتی خاکم و ولده یتیم و ماله مقصور و علیه الحساب فاعتبروا یا أولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خطبه ثانی را با حدیثی که در باب استسقا ما شما هم به رسول بزرگوار پیروی کرده دعا کنید. وعن عائشة قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هبوط المطر. مردم آنند امروز حال ما شما بارین و پیغمبر خدا شکایت کردن یا رسول الله باران نیست، همه زمین ها خشک شدن، همه زمین های للمی حاصلات تخم های کردگی من برباد رفتن، چارپاهامان خدای از بی علفی خراب و لاغر شدن، قوت راهگردی ندارن. فامر بمنبر فوضع له فی المصلی. رسول اکرم فردا بیرون مدینه به دشتی کشاده بود نمازگاه عید. معلاسف ما که شرایط نداریم بریم منبر آنجا گذاره، گفتن فردا آنجا همتان روید، من همراه شما میروم. و وعد الناس یوما یخرجون فیه. قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم. روزی وعدگی رسول اکرم آفتاب تابان رسالت رحمت عالمیان برآمدند. حین بدا حاجب الشمس، آفتاب از کوه جدا شد ایستاده بود. فقعد على المنبر وحمد الله. حضرت بالای منبر برآمدند نشستند، آنانی که الان من بالای منبر بودم. این منبر میراث رسول اکرم است. داعی ها، امام داملاها، خطیب ها جای نشینان پیغمبرند. بنابر فردا در حضور پیغمبر از این منبر جواب میگویند که چی گفتن و چی رسانیدن به مردم. به مردم حضرت خطاب کردند انکم شکوتم جدب دیارکم و استئخار المطر عن ابان زمانه عنکم. شما گفتن الان چند روز از من شکایت داره، خشکسالی را، بیبارانی را، دیر آمدن باران از موسمش شکایت داره، نالش داره، فریاد داره. وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. پروردگار خود شما را وعده کرده است که دعا کنی از صدق دل، با آب دیده، با دل شکسته، با دست
دستی بلند برداشته من دعای شما را اجابت میکنم ادعونی استجب لکم. همه مردم دست برداشتن. رسول اکرم دست مبارک بلند برداشت. دستاشان آنقدر بلند برداشتن که کگی کتف مبارکشان از سفیدی جلان میدادند. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خیلی شما اما تا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. آمين يا رب العالمين. رسول اکرم دعا کردن. حضرت عایشه مادر ما میگن فرامدن نرکن نماز خواندن. حال از بالای منبر فرامد بالا آسمان ابر پیدا شد. خندر چراغک زدن گرفت. باران آنچنان وزیدن گرفت و باریدن گرفت. اصحاب پیغمبر از نمازگاه دارد خانه هاشون چنان میدویدن چه خطر نشدن. رسول اکرم از حال مردم که چگونه از باران میگریختند سر به پناهگاه‌های خود تبسم میکردند. دندان مبارک زیبای او از سفیدی میدرخشید. خدایا به حرمت آن لحظه‌ای که حبیب دعا کرده بود ما هم عاجزانه دعا میکنیم. خدایا گیاهای ما خوش شد. خدایا زمینهای ما تخمها ما برباد رفت ایستاده. خدایا چارپاهای ما هلاک شد ایستاده. خدایا این بندگان محتاج تو غیر از تو دیگر پناهگاهی ندارند. غیر از تو پشت پناهی ندارند. خدایا تو غنی و بی‌نیازی ما محتاجیم. پروردگارا باران رحمت فرستاد. خدایا این باران برای ما غذای قوت و برای فرزندان ما طعام گردان. آمین یا رب العالمین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. تا جمعی دیگه همه شما را به خدا امانت می سپارم. خداوند شما را